این کتابی است لطیف که در اثبات تحریف قرآن و فضایح اهل جور و عدوان فراهم آوردم و آن را فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب نام نهادم و بر 3 سرآغاز و 2 باب قرار دادم. این متن رو میرزا حسین نوری در ابتدای کتابش نوشته تا توجه خواننده رو جلب کنه و اون رو آگاه کنه که قراره با چه چیزی روبرو بشه. به زبان ساده میگه این کتاب لطیف رو برای اثبات تحریف قرآن و رسوایی ستمکاران و دشمنان نوشته. میرزا حسین نوری حدود 130 سال پیش با نوشتن این کتاب خشم شیعیان رو برانگیخت. به کلاغ مدیا خوش اومدید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. اگر هم دوست داشتید ممنون میشیم لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. میرزا حسین نوری ملقب به خاتم المحدثین یا محدث نوری از محدثان و علمای سرشناس شیعه بود. محدث به کسی میگند که به درجه و مقامی رسیده که اساتید و علمای دیگه به اون اجازه دادند که سخنان پیغمبر رو روایت کنه و اون رو عالم به علم حدیث میدونند، یعنی احادیثی که از این فرد نقل میشه معتبر و قابل استناد هستند. به همین دلیل هم لقب خاتم المحدثین رو به اون دادند. این فقیه امامیه مفسر و شاعر 14 دی ماه 1217 خورشیدی در روستای یالرود از توابع نور مازندران به دنیا اومد. اوایل جوانی به تهران رفت تا در کلاس درس علما شرکت کنه. اون در سن 19 سالگی به نجف رفت و تا آخر عمر هم در همون عراق و در شهر نجف زندگی کرد. اون در ماجرای تحریم تنباکو و کارهای میرزای شیرازی در سامرا نقشی اساسی داشت. از دیگر کارهای اون احیای سنت پیاده روی اربعینه که در اون زمان مدتها به فراموشی سپرده شده بود و اون این سنت رو دوباره زنده کرد. محدث نوری حدود 30 کتاب نوشته که تعدادی به زبان عربی و تعدادی به فارسی منتشر شده و مهمترین اونها کتاب فصل الخطاب هستش که در سال 1260 خورشیدی به زبان عربی در عراق منتشر شد. اون در این کتاب 1122 حدیث رو با موضوع تحریف قرآن روایت کرده، به طوری که تمام احادیث و روایات اون بر اساس اسناد و به قول علما متواتر هستند. حدیث متواتر حدیثیه که تعداد راویان مشخص و پشت سر هم باشند که جعلی بودن حدیث رو نزدیک به غیر ممکن میکنه. خب محدث نوری هم به دلیل داشتن همین دانش بوده که به خاتم المحدثین معروف شده بوده. اون در کتابش 12 فصل داره که 12 دلیل هم برای اثبات تحریف قرآن میاره. اون به صراحت میگه این کتاب ثابت میکنه قرآن امروزی که در دست ماست تحریف شده. محدث نوری دلیل اول رو تشابه امتها در رفتار و کردار میدونه و توضیح میده که یهودیان و مسیحیان کتاب پیامبرانشون رو بعد از وفات اونها تغییر دادند و تحریف کردند. در نتیجه مسلمون ها هم بعد از وفات پیامبر قطعاً همین کار رو کردند. دلیل دوم چگونگی جمع آوری قرآن پس از وفات پیامبره. اون میگه کیفیت جمع قرآن و گردآوری اون بعد از وفات پیامبر به طور طبیعی موجب وقوع تحریف و تغییر در قرآن شده. دلیل سوم نظریه نسخ تلاوت و باطل شدن بعضی از کلمات. نوری توضیح میده که بسیاری از اهل سنت و جماعتی از شیعه سخن از آیات و کلماتی از قرآن دارند و بر این باورند که تلاوت اون آیات و کلمات همراه با حکمشون منسوخ شده. این آیات و کلمات باید خواسته یا ناخواسته از قرآن ساقط شده باشند، مثل آیه رجم که به نقل از عایشه همسر پیامبر این آیه توسط حیوانی خورده شده و از بین رفته، یا به نقل از عمر ابن خطاب هم ادعا شده این آیه در سوره احزاب برای سنگسار زناکاران نازل شده بوده اما بعدها از متن قرآن حذف شده. دلیل چهارم رو قرآن علی ابن ابی طالب و تفاوت محتوایی اون با قرآن موجود میدونه. علی ابن ابی طالب قرآن مخصوص به خودش رو داشت که بعد از وفات پیامبر جمع آوری کرد.
این قرآن بنا به روایات با قرآن موجود از نظر تالیف و ترتیب سوره ها متفاوته و در اون اضافاتیه که در قرآن موجود نیست ولی از جنس آیات قرآنه. دلیل پنجم استناد به قرآن عبدالله ابن مسعوده. عبدالله ابن مسعود از یاران پیامبر و یکی از مهمترین مفسرین اون دوره محسوب می شده. گفته میشه اون قرآنی معتبر داشته که طبق مدارک و شواهد اضافاتی در اون بوده که در قرآن فعلی موجود نیست. دلیل ششم وجود قرآن ابی ابن کعب و تفاوت اون با قرآن موجوده. ابی ابن کعب هم یکی از یاران محمد بود که در زمان عمر دومین نسخه از قرآن رو جمع آوری کرد. دلیل هفتم گردآوری قرآن توسط عثمان و نابود کردن سایر قرآن هاست. هنگامی که عثمان خلیفه شد، قرآن‌های متفرقه رو جمع و با کمک زید ابن ثابت و دیگران قرآن موجود رو گردآوری کرد و سایر قرآن‌ها رو سوزوند و از بین برد. این کار عثمان باعث سقوط برخی از کلمات و آیات قرآن شد. دلیل هشتم اخباریه که اهل سنت در کتاب‌هاشون آوردند. اخبار زیادی در دسترس ماست که از طریق اهل سنت روایت شدند و به طور واضح بر ناقص بودن و تغییر قرآن گواهی میدند. محدث نوری در این دلیل حدود 100 روایت از اسناد اهل سنت نقل میکنه. دلیل نهم نام جانشین پیامبران در کتاب‌های مقدس قبلیه. محدث نوری میگه در کتاب‌های مقدس گذشته نام جانشین پیامبر ذکر می‌شده و قطعاً در قرآن هم نام جانشین محمد ذکر شده بوده و به عمد توسط افرادی حذف شده. محدث نوری دلیل دهم رو اختلاف قاریان دهگانه در کلمات قرآن میدونه. این توضیح از طرف ما لازمه که قرآن در زمان محمد و زمانی پس از مرگ اون بدون حرکت گذاری بوده. متخصصان اونها رو با قواعدی که در دست داشتند میخوندند و حتی در میون اونها اختلاف هم وجود داشت، به گونه‌ای که عده‌ای قرائت عده‌ای دیگر رو غلط میدونستند. بعضی از حروف به گونه‌ای نوشته میشد که مشابه حروف دیگه بود و آموزش اونها تنها به وسیله قاری ممکن بود، مثل کلمه ملک که میشه اون رو ملک، ملک و حتی ملک هم خوند. قرآنی که در بیشتر کشورهای مسلمان به خصوص ایران مرسومه خوانش حفص از عاصم هستش، یعنی حفص ابن سلیمان اسدی شاگرد عاصم ابن ابی النجود کوفی که حدود 100 سال یا بیشتر بعد از زمان پیغمبر میزیسته. محدث نوری معتقد بود که بدون تردید از ناحیه قاریان دهگانه اختلافات زیادی در کلمات قرآن و حروف و جمع اونها به وجود اومده و چون قرآن در تمام مراتبش به یک صورت و بدون تغییر و دگرگونی نازل شده، پس اونچه در شکل‌های اختلاف در قرائت گفتند با اونچه خداوند به صورت معجزه نازل کرده مطابقت نداره و این دلیل اثبات تحریف قرآن موجوده. یعنی هر کس اختلاف قاریان رو در ادای کلمات و حروف قرآن پذیرفته، ناقص بودن سوره یا آیه و خود کلمات رو هم باید بپذیره. دلیل 11 و 12 انبوهی از احادیث از منابع امامیه هستند. محدث نوری در دلیل 11 61 حدیث رو مطرح میکنه که اختلاف و نقص و تحریف در کلمات قرآن موجود رو نشون میده. در دلیل 12 هم 1062 حدیث رو روایت میکنه که از ابتدا تا انتهای قرآن به طور دقیق مشخص شده که چه کلمات یا آیاتی حذف شده یا تغییر کرده و در نهایت تحریف شده. بعد از انتشار کتاب فصل الخطاب، علمای شیعه و اکثر افرادی که تحصیلات حوزوی داشتند و به طور کلی شیعیان بسیار خشمگین شدند و شروع به نوشتن کتاب و مقالاتی کردند که دلایل محدث نوری رو رد کنند. مکارم شیرازی در این باره در سایت خودش می نویسه:
وقتی علمای شیعه کتاب فصل الخطاب را خواندند، صاحبان قلم و اندیشه با به کار بستن تندترین کلمات و گزنده ترین عبارات علیه محدث نوری برای رد کتاب او دست به تلاشی جدی زدند و مانع شدند که او برای نشر عقاید و پراکندن دیدگاه‌های خود سر مویی مجال پیدا کند. بعد از اینکه محدث نوری متوجه شد شخصیت‌های برجسته امامیه در مخالفت با رأی اون در مورد تحریف قرآن اتفاق نظر دارند، از بیان دیدگاه خودش دست برداشت و با کمی عقب نشینی گفت قرآن فعلی از زمان جمع‌آوری تا امروز تحریف نشده، اما بخشی از قرآنی که بر پیامبر نازل شد در اثر غفلت گردآورندگان دچار حذف و تغییر شده. روح الله خمینی در کتابی با نام انوارالهدایت که در سال 1372 منتشر شد به شخص محدث نوری حمله میکنه و میگه نویسنده کتاب فصل الخطاب دیوانه است. کتابهایش نه فایده علمی دارد و نه فایده عملی، بلکه تنها عبارت است از طرح احادیث ضعیف و غیر معتبر که خارج از عقل و درایت است و این وضعیت غالب کتاب‌های روایی اوست. متعجبم از علمای همدوره او که چطور غافل شدند تا این مطالب پیش آمد که آسمان‌ها بر آن گریان شدند و نزدیک بود که زمین به هم بریزد. محدث نوری کتاب اون روز خاتم المحدثین بود، به یک باره از نظر علمای شیعه فردی معرفی میشه که عقل سالم نداره و دچار توهم شده. باید گفت محدث نوری شاگردان معروفی رو پرورش داد، مثل آقا بزرگ تهرانی که از فقهای کتاب شناس شیعی قرن 14 هجری بود و کتاب دایره المعارف بزرگ ذریه و کتاب طبقات و اعلام الشیعه رو نوشت. از دیگر شاگردان شیخ عباس قمی بود که کتاب مفاتیح الجنان رو گردآوری کرد. محدث نوری از جامعه روحانیون طرد شد و مورد توهین و اهانت قرار گرفت. شیعیان به خصوص علمای شیعه برای بی‌اعتبار کردن شخص محدث نوری و کتابش فصل الخطاب دست به هر کاری زدند، از ساختن داستانهای جعلی تا ضعیف دونستن احادیث کتاب و ربط دادن اونها به اهل سنت. یکی از داستانهای جعلی در آخر فصل اول از خاطرات آیت الله منتظری به عنوان داستان عبرت آموز نقل شده که ادعا کردند کتاب فصل الخطاب به تحریک سفارت انگلیس در بغداد نوشته شده. داستان به نقل از آیت الله مرعشی اینگونه نوشته شده: سردار کابلی از علمای بزرگ شیعه بود که راجع به قبله هم کتاب نوشته. او می گفت من روزها می رفتم خدمت حاجی نوری. یک روز یک سید بظاهر جلیل القدری آمد پیش حاجی نوری، نشست و با دست روی پای خود زد و گفت خدا به جدم علی ظلم کرده. حاجی نوری گفت یعنی چی خدا ظلم کرده؟ گفت آخه جد من مولا امیرالمومنین این همه مصیبت دید، این همه در خانه نشست، با آن سوابقی که در اسلام داشت، با آن همه فداکاری. اگر خدا اسم علی را در قرآن آورده بود دیگر به این شکل حقش غصب نمی شد و به این شکل خانه نشین نمی شد. خدا به جد من ظلم کرده. حاجی نوری گفت نه، خدا به جد تو ظلم نکرده. علی اسمش در قرآن اومده. این همه روایات داریم که نام علی در قرآن بوده. منتها اونها که میخواستند خلافت بکنند اومدند قرآن رو تحریف کردند. گفت کجای قرآن؟ گفت در روایات هست. میخواهی برای تو آن روایات رو جمع آوری کنم؟ بعد گفت کی؟ گفت مثلا فردا بیا. فردا آمد پیش حاجی نوری. حاجی نوری روایاتی را که جمع آوری کرده بود به او داد. او خیلی خوشحال شد و گفت باز هم هست؟ گفت بله. بالاخره حاجی نوری وقت گذاشت و روایاتی رو که راجع به تحریف قرآن است جمع آوری کرد. این سید هم می آمد و اینها را می گرفت. یک نسخه از آن را هم حاجی نوری به تهران پیش کسی فرستاد. این گذشت تا اینکه سردار کابلی می گوید من یک وقتی می خواستم مسافرت بکنم به خارج. رفتم به سفارت انگلیس در بغداد گذرنامه ام را ویزا کنم. دیدم یک کسی چپ چپ به من نگاه می کند. بعد آخر کار گفت من آسید فلان هستم.
دیدم همان سیدی است که پیش حاجی نوری آمد و الان با ریش تراشیده جزو مأمورین سفارت است. معلوم شد که این فرد مأمور انگلیس بوده و به صورت سید در آمده و حاجی نوری را تحریک کرده که چنین چیزی را گردآوری کند. اساس دین ما قرآن است. اگر بنا بشود قرآن تحریف شده باشد همه چیز فرو می ریزد. سیاست انگلیس می خواهد اختلاف درست کند و قرآن را از سندیت بیاندازد. البته بعد حاجی نوری هم پشیمان شد و کسی را فرستاد به تهران که آن کتاب را چاپ نکند. اما بعد از فوت ایشان آن کتاب چاپ شد و الان هم این کتاب از مستندات مغرضان و دشمنان اسلام است. بدون شک این ماجرا جعلی هستش، چرا که سردار کابلی در زمان چاپ این کتاب نهایتاً 5 سال سن داشته. همچنین در این داستان گفته میشه که فصل الخطاب بعد از مرگ نوری منتشر شده که بدون شک وجود چندین کتاب ردیه و پاسخ نوری به این ردیه ها این مطلب رو هم از اعتبار ساقط میکنه. اما جدا از جعلی بودن این ماجرا باید این نکته در داستان رو در نظر بگیریم که میگه اساس دین ما قرآن است. اگر بنا بشود قرآن تحریف شده باشد همه چیز فرو میریزد. این نکته توجیه کننده تمام بدرفتاری ها، تهمت زدن ها و اهانت کردن ها به محدث نوریه. داستان جعلی دیگه این طوره که یک کشاورز به نام کربلایی کاظم ساروقی که کارگر مزرعه یک اربابی بوده و سوادی هم نداشته، یک روز جلوی در امامزاده‌ای در عراق یک مرد نورانی رو میبینه و اون مرد با دست گذاشتن روی شونه کربلایی باعث میشه که اون حافظ قرآن بشه. به یک باره کربلایی کاظم هم حافظ کل قرآن میشه و هم به خواص تمام آیات و هم شأن نزول آیات و مکی و مدنی بودن اونها آگاه میشه و حتی توانایی برعکس خوندن آیات قرآن رو هم به دست میاره. علمای بسیاری در مدرسه فیضیه قم از نهج البلاغه و صحیفه سجادیه مواردی رو کنار هم میگذاشتند و آیات قرآن رو در لابلای اونها قرار میدادند و به کربلایی کاظم نشون میدادند و کربلایی کاظم به راحتی آیات قرآن رو تشخیص میداد، چرا که میگفت آیات قرآن نور دارند. کربلایی کاظم به اذن خدا و با دست امام زمان دارای این توانایی ها شد و این درست زمانی اتفاق افتاد که شیعیان در رد کتاب فصل الخطاب محدث نوری ناتوان شده بودند. بسیاری از علمای شیعه اتفاقی که برای کربلایی کاظم پیش اومد رو اثباتی بر عدم تحریف قرآن میدونند. محی الدین حائری شیرازی با متوسل شدن به ماجرای کربلایی کاظم علیه مطالب اثبات شده در کتاب فصل الخطاب به استاندار عراق چنین می نویسه: گذر از مسئله تحریف جز به آنچه به وسیله کربلایی کاظم انجام شد انجام نمی گرفت. همین نامنگاری ها نشون میده که این داستان هم ساختگی و دروغ هستش. در نهایت محدث نوری در سن 64 سالگی به طرز مشکوکی مسموم شد و درگذشت. محدث نوری در مسیر برگشت از آخرین زیارت کربلا به سمت نجف بود. اون همیشه این مسیر رو سواره برمیگشت، اما در اون سال به درخواست یکی از دوستانش که نامی هم از اون نیست پیاده برگشتند. گفته شده بر اثر گرمای شدید غذای اونها در راه فاسد شده و اونها مسموم شدند. محدث نوری بعد از این حادثه سخت بیمار شد و بعد از برگشتن به نجف در سال 1281 خورشیدی درگذشت. اما تا به امروز با گذشت 140 سال از انتشار کتاب فصل الخطاب علمای اسلام همچنان در رد این کتاب عاجز موندند. با سپاس از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.